شاید ننه میخواد به هر چی میگم ننه جو کسی چیزی نخواد نه برو ننه برو میدم چیزی. السلام علیکم اندر باشین پگی شتنی گله جو جنجیر خیلیت برا شکر چیگا پای برا چری گردنک میگه دیگه نه پگی جو برا مادر میگفتم برو از دیشب گردنم بند باشه دیشب پریشو ما نون چای به سر افطار خوردیم سحری هم کمک سوزی براتون از سحرها بچیندم سوزی سینوک و نولک کلا بچیندم بیاردم نانه ممنو کار بابار کردم به سحری خودیم نون بخوردیم هم یک پیاله برین گله جو گیره نخو بیا جو دیل مخون چک چک میکنه گله خدای پاک در خیلی برو تو واکنه برو سراوده تو واکنه گله باور کن بابا یک پیاله چای غیره یک پیاله چای نمونه بفهمیدی که جنجه برای سیکو که ما با تو بگو گیره نخواه دروخ سیکو چی میگو یعنی گله جو حروم باشه یک پیاله برید به میخونی ما برارم کاش کی میبود هم مدر مبره با بازار برین بخره ایتا مالا نمازدگر بیا قمتون میخوری یکی دو پیاله برای جیب تو میدی برو شای پخته کو بخور شما برای نداره میخونه نه گله حروم باشه آخه نمال می در سالا شما شاید 20 بیجی برین بده خود در سرا ما و در سرا خوب بخوریم یا بپوشیم برو چیکار کنیم همون گذر همسایه ها فکر میکنن که می مسکین خنکنده خب گله جو براره مثل که همسایه هم ملامت نیا اگه داشته باشه چیز میگی خدا واسه دست نبیه به شما کمک چیزی میکنم برار جو دگه خب میاره باید دوسی پیاله خود نمازدگر میگم بیا آه ساعتا 4-5 جا 4 جا بیا خوبه برو دیلشنگو به میگی لک و سراودی او میشه بیچارا غریبای تو سیکم میگه دیشه ما به افطار چیز خوردیم نون چای به خیالون گفت خوردیم سلامت باشیم برا چیگه پایه نماز روزه شما قبول باشه الهی که قبول باشه برا من شما هم همچنین برار جو چیه گیلر؟ چره؟ خب کاره بکن که روی تو باشه تو شمسه جامه گوشته مادر میگفتم برو به در سرام رمزون از همه بیتر آدم خیرخواهیه 1-4-5 پیاله برنج به ما بدم حداقل دوشایی بشه باور کن دیشب نون چای خوردیم سهر شم سهری سبزی داشتیم من برای تو سبزی ها نخلیدیم سهرها بچیندم گناه داریم ما یک کمک بکن خدا برای شما بده هر کس کمک میکنه خدا بشه بده خیر بینی گیلک جو خدا به شما هم بده که از ایتیجی و متیجی دست شما کتاشه حالا که مادر مینا به خونه نیان گیلک به خونه داده میرفتم خب بر اینجا با مادر تو چی کار داره؟ بر اینجا با مادر کار نداره خب من نمیفهم بر اینجا به کجای گیلک جو باز من به تو پول نق میدم تو برو عوض یا به خود افتاری بخر یا یک دیگه چیزی بخر یا یک با خود که نه دیگه با مادر خب با اونجا به اینجوری می دیگه بخر جابلی میستنم یه خرجی نکن من 100 ریپه 50 ریپه هم نه 100 ریپه برو گیلک هم برای اینجا هم به تو میدادم اندازی 100 ریپه بیشتر نمیشه دست ما بگیرید خدا دست شما بگیره نباشو خیر بینی هر با سلمونه که کمک میکنن به یک مسکین خدای پاک بری یک قبیم خوب زود بده که جمع کردن نتونه ای گیلگی وظیفی مارم بفهمیدی مگر همسایه خور بفهمی که با پهلوتونه یا او بره که همیشه چی میخوره چی داره چی نداره همین نون
خشک داره که بخوری یا نه به ما رو خیر بینی خدا به همه مسلمان ها بده. الهی آمین. به شما هم بده گیلک جو خدای پاک. خیر بینی حال کجا میری؟ در سلام میرم که جیر بیچاره گفتن با نمازدگر بیا بر پیال مامشون گوبرین میاره بیا ببرم. برو گیلک جوی مردم منطقه ما الهی شکر مردم خیرخواهی هم دست خود کسی که غریب و مستضعف باشه میگیرن. برو خیر بینی خدای پاک به شما هم بده. خیر بینی واقعا سخته به ما روزه که کسی چیزی نداشته باشه، یک لقمه نون خوش که به تا سفره و نباشه سخته. وقتی چیزی آدم نداشته باشه عدل یک آدم غریبی میاره. یاره همین راست بوده که میگه دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بیشتر است. اشتنی عباس جانجره بخیری چی که پای ریاست جانجره چی که پای اول خوبه که اینا برای چی میچینی؟ همه برای سوزی میچینیم که واسه نانه میگفت چیز میزی نداریم انا کبابار کنیم همین سوزی ها بچینیم گفت نولک کلاغ و بجنده کمو چی خرتپید بچی بیا کبابار کنیم به سعری سعری خو؟ ها سوزی؟ خب برای هیچی نداری خبر نداری ما غریبیم چه کار کنیم برای ما غریبیم مسکینیم دیگه ما پول نداره که بریم گوشت بخریم یا دیگه چیزی حتی یک پیاله برین بخونیم و پیدا نمیشه. گله جو آخینا که خورده نمیشه تو اشته اینا رو میچینی میبری به سعری و افطار میخوری مجبوریم برای چه کار کنیم مجبوریم. گله جو تو یک کاری کن ها امروز صبح ما گوسفند کشتیم ها مادر ما گفت گیلک اگه سر زمین رو بدید اون رای کنه به دست رو کمی کله پاچه گوسفند بودم بریو ها بفهمیدی؟ ها این سوزی ها ایلاده ها برای این سوزی ها نگرد برو به در سرا ما همون کله پاچه گوسفندم بخوب است تو کم گوشتم بخوب است تو دیگه یک 10 تا نون هم بخوب است تو نون ها حداقل یک 2 افطار شما میشه خیلی بینه برای تشکر باشه. من فقط همینا نانه میگفت که نه اینا یلکو نه اینا خورده نمیشه گیله جو نانه ما با گپ میزنه با من مشکل نداره برو میبرم به در سرا کله پاچه گوشت برده برو به سرا بگو سرا عباس اینا آوردم یک چیز دیگه هم به تو میگم برو رو خور بگردم سیگو تو همه مردم هم میفهمن که به تعمی غلی ما از شما غریبتر دیگه نیه بفهمیدین آخه برو جو به فکر یک کاری بخو بشو برو کار نیه سیگو چی میگم تا بکی دیگه تو کاسه به دست باشه به درس را بچی یا خلطه به دست باشه به سر زمین رو از سوزی چینده بشی به این رقم زندگی تیر شدن نمیشه تیر کردن سخته با فکر بخو شما خدا جوانی خیلی کار سادی کار نیه برو کار غریبی به کل به هفته لگانه به کل کالا همه بلون میده خراب شده به کل نیه کار نیه رقم باشه گیل که تو بازار بیره حداقل پول 5 تا به خوب 100% پیدا میشه سوزی بچینی که امشب ما از امشب مال باشه خب بخی اینا رو ببره گپی نیه نه کمی دیگه میچینه زودی میلون در سر با در سرا ما بری که اونا با نمونه خوبه مادر بیچاره خیلی تو دوست دارم میگه بیچاره گیلک غریب هم ایناه زنده باشی سلامت باشی مادر من خیر بینی تشکر باشه تشکر بری سرویس یا تو نه میرم اشتنه میرم اما یک امور دیگه بچینم میرم خیر بینی علیکم بابا گیلک بیام دم سرم و بیچاره گفته سرشون نون و چای خود و سری سوزی از سرها یاردم گفته کمی بریم بده مادر من ندار گفته باشه به پیار گیپک زنگ دنم هرچی زنگ دادم گوشیش و اوکی نشد گفته
من اجازه ندارم گیلک بیچاره بره آدم سر ما گفتک برو اگه پیرتو میده پول میده بری میده بیا بگو ما برو دم سر گیلک بیچاره خیلی دل مسوخ گوشیم مثل که برو لرزه بوده نفهمیدم دیو موندی از یه مادر تا اشتباه کرد یک ده پیاله برنج بری میداد یک آفشتانونی بزو میداد که پردیو میشد از این گیلک قریبتر ما به می دی خداره نه با خیرات از من اجازه ما چکار کنه که مادر تو از من اجازه میگیره نه بیچاره بگیره شد دل مخون که من مستم گیره کنم تمام همین مردم دی هر کس که خیراتی داره به دم سرا همینا میبره به خاطر که مادر بیوزن یا خودی هم آدم غریبیه کو کاروبار کالی بره بیچاره با خود کار کنه راست میگم این شب که ما و تو گوشنه باشیم چی حالت به سر ما میایه کم سحری نتونیم کرده سحر شوم نتونیم کرده چی حالت به سر ما و شما میایه ها کو مسلمان هم راست میگه میایه حالا کمی پول بدیم برو رات پول الکو برو به سرا برو با مادر خو بگو یک ده پیاله برین به تا پلاستیک کو یک 5 6 تا نونی هم بخور به تا پلاستیک ور در برو در سرا اینا بگو مودم نفهمیدم مادر مزورت خیام اگه لک بکنی خوبه که یک دم مر بدوی نکنه که گناه داره خاطره برو حرکت کو برو همین غریب به در سرا شما بیامده بود لاقل میداد یک 2 پیاله برین که پردی اومد